به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم بچه های عزیز، حال شما خوب است؟ امیدوارم که حالتان خوب باشد. من شهنازه هستم. صدای من رو بشنوید از رادیو مهر، صدای کودک. بچه های زیبا، به برنامه خودتان خوش آمدید. قصه امروزه ما آرزوی مورچه ها. در یک حولی خانه قدیمه 2 درخت کلان با فاصله زیاد وجود داشت. یکی این طرفی حولی و دیگری آن طرفی حولی. چند تا مورچه در نزد درخت کوچکتری حولی در باغ زندگی می کردند. یک روز مورچه خردکک به مادرش گفت: ای کاش میشد به باغ آن طرف میرفتم تا از درخت کلان بالا روم. به نظر من باغ از اون طرف حولی زیباتر است، خیلی زیباتر است. مادر مورچه خردکک: خیلی فکر خوبی است، اما تا وقتی که این مرغ و خروس‌ها در این حولی هستند نمیتوانی از آن رد شوی. همین چند روز پیش که من از لانه کمی دور شده بودم چیزی نمانده بود که غذای خروس شوم. مورچه خردکک که ناامید شده بود با ناراحتی مشغول پیدا کردن غذا شد، تا اینکه یک روز اتفاق جالبی افتاد. آن روز زنی صاحب خانه با یک طناب بلند و یک سبد لباس به آنجا آمد. یک سری طناب را به درخت این طرفی حولی بست و سری دیگر طناب را به درخت دیگر. لباس ها را هم یک تا در روی طناب پهن کرد و رفت. مورچه خردکک که از میان برگ ها نگاه می کرد با خودش گفت: چه راه خوبی! حالا می توانم خودم را به درخت آن طرفی حولی رسانم. مورچه خردکک خودش را به طناب رساند و از روی آن شروع به حرکت کرد. مورچه خردکک ما کمی جلوتر رفت. بادی آرام وزید و طناب لباسها را کمی تکان داد. باد سخت‌تر شد و طناب و لباسها را شدیدتر تکان می‌داد. مورچه خردکک کمی ترسیده بود، اما او که هدفش رسیدن به آن درخت بود محکم‌تر به لباس‌ها چسبید تا باد آرام شود. کمی جلوتر رفت که راه تمام شد و مورچه خردکک ما به آرزویش رسید. حالا چند روز است که مورچه ها پشت سری هم از بالای سری مرغ و خروس‌ها از این طرفی حولی به آن طرفی حولی می روند. حولی از بالای درختی کلانتر واقعا هم جالب و دیدنی بود. بچه های خوب و دوست داشتنی، قصه را گوش دادید؟ خوشتان آمد؟ شما می توانید برای ما قصه بفرستید تا من برای دوستانتان بگویم.
تا برنامه بعدی و تا قصه بعدی، خدا نگهدار. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org